غلو احمدی اصفهانی در ابوالفضل العباس. عباس اومد تو، پیغمبر پشت وایساد. الله اکبر، شوخی نیست، عباس اومده تو. چی میگی بابا جونم؟ و السلام علیک یا رسول الله. علیکم السلام. چی گفتی آقا جون؟ فرمودن که گفتم بابا جونم آقا عباسم، خدا مقدر کرده، امام زمان امضا کرده، شب قدر آخرش خلاصه. گفت گوش کن آقا جون، یا این بچه را شفا بدید چون قسمم داده، یا شفا بدید یا به دنیا اعلام کنید عباس باب الحوائج نیست. دنیا نیاد سراغ من، اما دنیا بگید عباس باب الحوائج بیاد، من بعد بگم برو نمیشه. خب نمیشه این. پس اگه بناس نشه به دنیا بگید مردم نیاد سراغ من. پیغمبرم ایستاده چیکار کنه؟ دید جبرائیل اومد پایین، یا ملک اومد پایین، گفت یا رسول الله. جبرائیل نه، ملک. یه ملک اومد پایین گفت یا رسول الله، خدا میگه سلام منو به عباس برسون، بگو من حرف من باب الحوائجی ها از این نمیگیرم، من حرف خدا رو پس گرفتم. برو. شیخ میگه از خواب پریدم، گفتم برم ببینم چه خبر است. حالا اومدم برم با رئیس قبیله آشنا بودم، دفتر خونش بازه، رفتم بودم داره دور خضرا میره. بعد گفت شیخونا بچه‌م مرد. گفتم نمرده. گفت مرد. چشمشا بستم، دستشا پاشا، بچه مرد. گفتم بچه‌ت کجاست؟ گفت داخل اتاقه. رفتیم درا با کردیم، نشسته داره عرق میریزه. گفت بابا جونم بدو تو حرم عباس به مادرم بگو بیا طلاق. بسیاری از شیعیان به عباس ابن علی مکنا به ابوالفضل، یکی از پسران علی رضی الله عنهما که مادرش ام البنین می باشد، نه فاطمه زهرا رضی الله عنها، و در کربلا با برادرش حسین رضی الله عنهما شهید شده، القاب فراوانی دادند، از جمله عبد صالح، صاحب اللوا، باب الحوائج و غیره، و معتقدند که انسان هر حاجت و یا بیماری داشته باشد و نزد ضریح عباس ابن علی برود و یا به ایشان متوسل شود، حوائج و نیازهای وی برآورده یا بیماریش شفا می‌یابد و ایشان را قبله حاجات اصحاب حوائج می‌دانند. و متاسفانه روحانی نماهای سودجو و مصلحت طلب با این اکاذیب مردم ما را از راه الله و قرآن دور می‌سازند. الله متعال می‌فرماید: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا معبودان باطل بهترند یا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند می پذیرید. و نیز الله متعال از زبان ابراهیم علیه السلام می فرماید: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. و هنگامی که بیمار می شوم فقط الله شفایم می بخشد. پس شفای بیماری کار کسی جز الله متعال نیست.